در این گفتگو به سمرقند می رویم، مکانی که گهواره تمدن و فرهنگ ماست. در این مدت در شهر سمرقند در درون شهر که زمان آخرین مثلا همون اول استقلال صدها مکتب تاجیکی از نو شده بود، همه این مکتب وابسته شد. کادرهای ملتگرایی که در وقت اسلام کریموف و اداره های دولتی جایگیر شده بودند، اینها حالی هم کار کرده استادیان. اگر شما این زبان این کار کنید دیگر شما ریشه های خودتون کنده میشید. زبانتون یک زبان خرابی ترکی مغولی شده میمونه. هیچ کس نخورد پشت ما جز ناخون انگشت ما. بعضی همین های منصبدارای تاجیکی ازبک شده پیدا شدن که گفتن ما شما پرونده میکشید. من ملتمون برای منصب نمیفروشم. میخواستم مراد بیاد اکن همین دوستیه گپ نیو یا مثلا باروی پاپولیستی برای پروپاگاندا نیو همینه عملی در عمل اجرا کنیم. همین دوستی ما حقیقتا واقعی شود. ما مسئله را سیاسی نمیکنیم، تنها برای اون که همین زبانی ادبی ما یک زبانی معیار شود برای سمرقند. هیچ گونه یک حرکت های در فضای اینترنتی دیده نمی شود از نسل نو. مثلا در بخارا قریب که موندگی نیستن فرهنگیان میدونه چی و من گفتم که گین های جسارت گم شده. چقدر از من شما گفت امکانیت اینترنت رو صرف نظر کرده است. محتوای همون موادهایی که شما هم می‌نویسید باز هم از همین درد ملت هست، پراکندگی ما هست، ضعیفی و کمکاری های ما هست. دو صحیفه زیاد باشه دیگر من نمیخونم. هم تو تیز گذشته میره. وقت نیست. درود بر شما بیننده های خیشتنشناس در هر گوشه از جهان. در این گفتگو به سمرقند می رویم، مکانی که گهواره تمدن و فرهنگ ماست. مهمان من زاده و پرورده این شهری بوستانی است. نفری که در تاجیکستان و ازبکستان فعالیت پرثمری ایجادی داشت و حالا هم که دولت پیری میرانند پی ایجادند و از اینترنت وسیع استفاده میبرند و آن را وسیله برای بیداری و به همآوری تاجیکان میدانند. هم صحبت هم را پوبلیسیست، نویسنده، بلاگر و شاعر هم مینامند. این همه تعلق دارند به استاد ادش استاد که از سمرقند بوستانی با ما وصل هستند. خوش آمدید استاد به صحبت. صفا آوردید از سمرقند بوستانی. سپاس بیادات برای این دعوت که ما معرفی کردید. صحبتی که ما شروع کردیم یک موضوع خاص ندارد. ما دایر به شخصیت شما، احوال و حال تاجیکان ازبکستان مخصوصا سمرقند، همدلی تاجیکان دنیا، فرهنگ و زبان ما در گوشه های دنیا صحبت خواهیم کرد. اجازه دهید استاد از شما شروع کنیم. شما پیشتر گفته بودید که در پی گرفتن شناسنامه برای شهروندی ازبکستان دوستان، همین مسئله چی شد؟ این شناسنامه را شما گرفتید؟ من شهروندی ازبکستان هستم و من چند ماه پیش از روی قانون‌های نوی ازبکستان همان شناسنامه ازبکستان رو دادم. این شناسنامه را ما قریب 27 سال انتظار بودیم دادن که این شناسنامه میتیم. بالاخره این شناسنامه داده شد، نه تنها با من بلکه به همه آنهایی که قبل از این آماده بودند با وطن خودشون، به زادگاهشون یا به یگان مناسبت، مثلا یا زنشان اینجا بود یا مثلا خشتانشون اینجا بود آماده بودن، اونها همه‌شون گرفتن. این سوال استاد به خاطر اون پرسیدم که شما در یک صحبت مثلا گپ زده بودید که یعنی ما انتظاریم با خوب شدن مناسبت ها، این شانس برای ما بیشتر است و ما انتظاریم، امیدواریم، ما هم خرسندیم استاد از این. پای چی کارو بارید استاد؟ 15 سال شد که من بازنشسته هستم، یعنی نفقه بازنشستگی رو میگیرم
و با کاری ایجادی مشغول هستم. با یگان مثلا نشریه یا با یگان چگیم رادیو یا تلویزیون علاقه ندارم. تنها با کاری ایجادی مشغول هستم و چیزهایی که می نوشتم اونها را اساسا در هم بلاگ شده بودم. به این بلاگ یک 10 یا 12 سال شد قبل از این و این بلاگ گرد شیردار نام دارد. بله ما خبر داریم. شیردار در این باره هم صحبت داریم استاد با شما. بله. استاد از ایجاد کمی بگویید چی ایجاد کردید؟ یک پیشتر گفته بودید که پای یک جمع‌آوری یک کتاب با نام افاده های آبدار سمرقندیان هستند. این با کجا رسید؟ این کتاب من تیار کرده با نشر سپردم. آواز سمرقند میخواهد اینو نشر کند، زیرا همه اینو روزنامه آواز سمرقند چاپ کرده بود. اکنون یک زیاده از 200-250 صفحه این کتاب تیار. خیلی دوامش نوشتم ممکن، لیکن من انتظار که همین یک کتاب چاپ شد و ببینیم واکنش مردم به این کتاب چه خواهد بود. این کتاب با ارزشش از آن جهت، علمیش از آن جهت که افاده های ابرزناک یعنی تصویری مردم، یعنی ویش نظر شاعرانه مردم به زبان انعکاس یافتگی است. نظر شاعرانه مردمی که کم سواد یا بی سواد یا مثلا سواد نوگیم قسمان بگیستان، اما مردم کلی مردم ویش یک دیدی خاصی استیتیکیش، مناسبتش به زبان، مناسبتش با ارزش های اصلی خود، آداب و اخلاق، همه این چیزا و همین مقال ها انعکاس یافتگی است. بنابراین این اهمیتی مفکرم به نظر خودم اهمیتی فوق‌العاده دارد، نه تنها برای خود سمرقند بلکه برای مردم دیگر محوایم که وقتی که میبینم که همون بینید که زبان شاعرانه، زبان حقیقتا وای پیش گذشتگانشون شاعر بودنش، مثلا یا ادیب و مرکزی مدنی بودن سمرقند از همین راه ها مقال ها معلوم شده می‌ایستد. بله، من استاد به همین نظرم که قناوتی اساسی زبان در همون لهجه ها هست که استاد عینی هم برای این مسئله زیاد توجه داشتند و ما یک زبان واحد با آموختن دیالکت و لهجه های گوناگون میتوانیم که زبان واحد به وجود آورده باشیم. ولی استاد درباره زبان گپ رفت، حال و احوال زبان در سمرقند و ازبکستان، زبان تاجیکی، زبان مادری ما و شما در چی حال است؟ این زبان با این زبان چی کارهای فرهنگی و ادبی برده میشه؟ روزنامه ریسپوبلیکایی است آواز تاجیک، روزنامه ولایتی است در سمرقند آواز سمرقند. در تلویزیون ها برنامه هستند. برنامه در تلویزیون استوی نیم ساعت تا 40 دقیقه، در تلویزیون ولایتی هفته نیم ساعت یا این زیادتر. همین خیلی وای ها هستند. در تلویزیون وای باشد رنگین کمان است در 2 هفته 40 دقیقه در تلویزیون دولتی ازبکستان. من وای ها زبانی وای چگیم غیر دولتی در حالتی من همین خیلی محدود است استفاده اش. سبب محدود بودن استفادهش این که همان مؤسسه هایی که باید این زبان را پایداری کنند نگاه دارند، همین مؤسسه ها و با درجه کافی ساخته نشدند. یکی از اینو این است که مثلا یک 12 کانال است تلویزیونی در ازبکستان. همین 12 کانال بعضیش 24 ساعت در یک شبانه روز کار میکنند.
اما برای برنامه تاجیکی همگی 40 دقیقه در 2 هفته وقت جدا کردگی در 15 روز. انا تصور کنید که مثلا این حتی 1% همین برنامه شدن یا 0.5% همین برنامه های تلویزیونی جمع کنید ساعتش اما شده نمیتواند. با این حال ما میتوانیم که مثلا به زبان نگاه داریم نمیتوانیم. یا مثال گیریم در تاجیکستان تئاتر به زبان ازبکی است. انا وقتی که سالهای آخرین شوروی بود بین ازبکستان و تاجیکستان یک سردارای همین دولت ها یک این تو سازش پیدا شده بود که تئاتر تاجیکی در سمرقند کشیده شود. بعد اونا گفتن که من در تاجیکستان ما یک کورس میکشیم همینجا آماده و برای تئاتر سمرقند استودنت در کار از سمرقند اینا رفتن 16 نفر در آنجا خواندن. خیر سال آخرینش جنگ شهروندی اینجا سر شد دوامی بایش آمده معلمای تاجیکستان در سمرقند درس دادن. کارهای دیپلمشون به صحنه گذاشته شد و دیپلم گرفتن. اما ازبکستان وعده دادگیش اجرا نکرد چون که علاقه روبرو اینجا دیگر شدن. اینا گفتن که ما نمیدونیم اون وقت چه گپا شده بود. انا وای ها این حجتی شدگی نبوده است در کاغذ نبوده است این خیلی وای ها شرطنامه. انا بنابراین این وظیفه اجرا نشده. ما انا حکومت تاجیکستان هم وای نکرد پافشاری نکرد. نه تنها پافشاری نکرد بلکه وقتی که کتاب‌های درسی اینجا تمام شد و کتاب‌های در زمان شوروی سوختن گرفتن هم مکتب‌ها حتی کتاب‌های بعدی گرفته سوختن نیست کرده پرتافتن و از تاجیکستان کتاب نمی آمادگی شد. من رفتم با وزارت معارف من قبول نکردم. من گفتم که کتاب ماندگی نیست مکتب‌های تاجیکی بسته می شود. من وزیر معارف دادخدای بودم وقت قبول نکرد. من به کتاب دست آمدم دیگر همین این تا این ازبکستان کتاب های با تاجیکی چاپ کرد که 10 سال گذشت. در این مدت در شهر سمرقند در درون شهر که زمان آخرین مثلا همون اول استقلال صدها مکتب تاجیکی از نو کشیده شده بود همه این مکتب وابسته شد و یگان تا صنف تاجیکی نمود در شهر که در ناحیه ها هستند. توریشه در آب است امیدی ثمر هست. ما امیدواریم. در چند سال اخیر ما میبینیم که مناسبت های دو کشور بسیار خوب پیش رفتن و به یک سطحی بسیار صفتا نو برآمدن. احساس شد که در این مسئله هم یکم پیشروی باشد در مسئله کشودن مکتب های مثلا وسایط اخبار عامه با زبان تاجیکی و کارهای فرهنگی و ایجادی عموما. اینا مثلا همون کارهای میکنن که وای کارها بیشتر ریشگی نیو بیشتر پاپولیستیک گوییم اگر قاید همچون تنقید قبول میکنه ایستان لیکن من حاضر کلمه این موافق نیفته سودم که این چکل ممکن در آینده سیاست شناسا باهاتیان. من اومدن یک همه خیلی بینشان شرطنامه شد که در سمرقند یک مکتب میکشویند. مکتب ساخته میتید تاجیکستان اینا رو میرن در ازبکستان در کجا در تاجیکستان مکتب میسازد. همین خیلی کارها شده استوده است لیکن این کاری خودی همین حکومت هم خودش کرده میتونه. برای این ازبکستان مبلغ هم داره احتیاج ندارد با تاجیکستان که یک تو بیادو و یک مکتب سازد. برای و یک تیمبرینگ برای این قطر دولتی باید است که ازبکستان برای و یک تیم است این چیز بود این کار بوده. بنابراین همه کارهای کردن در کار که همون کارها خواهی باشد اگه این تو کارهای به نظر نمایان باشد. مثلا ساختن تئاتر بگذار یک تئاتر سازد باید که ما یک تئاتر سازد همین تئاتری دوستی شود. همینجا تاجیکا سپکتاکل تاجیکی بگذار ازبکی هم نمایشتیان تئاتر دوستی شود.
همین تئاتر در اصفهان برای اصلا بگذار همین تئاتر موسیقی شود اینجا شش مقام کنن هم با تاجیکی هم با ازبکی بگذار همین خیلی یک باید تئاتر سازیم بیاد همین خیلی یک تئاتر سازیم بیاد اکنون همین دوستیه گپ نیو یا مثلا برای پاپولیستی برای پروپاگاندا نیو همین عملی در عمل اجرا کنیم همین دوستیمو حقیقتا واقعی شود انا بیاین من همین سر کنیم یا بیا یک تلویزیون مشترک تشکیل کنیم که تلویزیونی مثلا تاجیکستان فرهنگی کنیم از سیاست گپ نزنیم انا بیاد کنسرتی وای های همین تلویزیون مونیم شما کنسرتی ازبکی مونید ما گرفته تاجیکستان وای کنیم شما وای کنید انا بیاید از همین سر کنیم کارا در سطح سینما این همکاری استاد هستن به نزدیکی چند فیلم گرفته شد و چند فیلمی مشترک دیگر هم برداشته می شود بین سینماگران تاجیکستان و ازبکستان بین اکن بین همین سینماگران اکن کینوچی و یا ما سینماگر گیم اگر اینو نفهمم کینوگیم کینوچی و هست همین خیلی راه آمد و آواز گرفتگی حاضر برای گرفتن یک فیلمی بدیعی بسیار خوب در مورد دوستی عبدالرحمن جامی و نوایی کارها رفته شده است و های نماینده های تاجیکستان ایجادکاران آمد برای همین فیلم برداری آماده ایستادین اینجا مسئولیت ها شده است همین خیلی کارها سر شدگی این کارها حقیقتا هست و این نتیجه هم میتید ثمره هم میتید لیکن میدونید امروز از این دیدم مثلا تلویزیون به زبان تاجیکی بودگیش اهمیت دارد بیاید یک کمتر تصویر داشته باشیم از زمان فرهنگ و ادب امروزی تاجیکانی ازبکستان مخصوصا در این که مثلا خود سمرقند و طوری گفتیم گهواره تمدن است گهواره ادب است شعر است با هیچ مبارزه نمی شود این تمدن و این فرهنگ و زبان از بین بود و در خون و وجود این مردم ادب اومد شعر اومد و این ادامه خواهد کرد امروز وضع شاعران و ایجادکاران در سمرقند مخصوصا یا در دیگر شهرهای ازبکستان در چه حال است شما از نبودن محیط ادبی گفته بودید خب حالا چی شد یگان دیگرگونی یگان بهبودی حس می شود یا نه محفل ادبی وجود دارد در روزنامه های و نشریه هایی که اصلا اثرهای به زبان تاجیکی چاپ کرده شدند در اینجا یگان مانع نیست در این مثلا همه یک نشریات است در نزد اکادمی تهران اینجا یک همه خیلی با نامی همین یک اکادمی هست نشریات است اسدالله شکوروف نام یک شاعری جوان اونجا با نشر کتاب ها مسئول و معرض نشر کتاب ها هستند گفتن که در همین سالهای آخر زیاده 700 نامگوی کتاب به زبان تاجیکی در ازبکستان چاپ شده است یعنی این اوقات در تاجیکستان نمیتونه همه خطر کتاب چاپ شده است یا نه گپ در سر چاپ شدن کتاب نیست گپ در سر اینکه کتابخوان نماندگی در مکتب میانه باید اگر زبان ادبی آموزدگر ثانی باید زبانی و ادبیاتی بدیعی میفهمد زبان تاجیکی میفهمد چون زبان ادبی ما از زبان گفتگویی فرسنگ ها فرق دارد وقتی که مکتب نشد باید مثلا ادبیات دور میشد باید نه گازیته میفهمد و خیلی رادیو تلویزیون گوش کردنش ممکن فهمیدنش ممکن چون زبان گفتگویی زبان ادبی که مثلا در ما کتاب‌ها یا کتاب‌های علمی یا کتاب‌های ادبی باید می‌کنیم علاقه و یک چیزی مثلا تعلیمی مکتبی گذاشتم در کار برای فهمیدن این چیزها اصلا شیء حافظه چی گفت نمی‌فهمد اگر در مکتب میونه باید نخوند و معلم فهمون داد نشد اوراس و چه ifade می‌کنه مکتب شغل دارن مکتب از زبان گفتید که مثلا در زینه ابتدایی اون زبان ادبی آموزش داده نمی شود خب حال مکتب ها چه خیلی است مکتب های تاجیکی مکتب ها
در ناحیه ها موندگی هستند که در شهر یک صنف سال گذشته شده شد و غیر این در ناحیه ها هستند مکتب ها مثلا در ناحیه بسترغم است در آنجا یک دو مکتب است در ناحیه نورآباد است یک دو مکتب در اورگوت است ناحیه اورگوت بعد در ناحیه سمرقند ناحیه دهاتی سمرقند است در اطراف دهاتایی که در اطراف شهر همینجا در بعضی مکتب ها صنف‌های تاجیکی هستند یک دو مکتب صاف تاجیکی هست لیکن از بس که مردم دیده ایستادند که در آینده طلبه که این مکتب ختم میکند رفته در مکتب های عالی و جای دلخواهش مثلا با این زبان کار کرده نمیتواند و فرزندای خود را حرکت میکنند که بر صنف های ازبک سپارند تعداد بچه که در صنف تاجیکی کم شد و استثانی نمیکشند دیگر ما بسر خود موندیم ما دیگر رو ندادیم بغیر اینکه ما ریشه های خودمون برقرار کنیم زبان ما زبان اون وقت بین خلق میشه همین اکن مردم نفهمد ما چیکار میکنیم همین خاطر ترغیب میکنیم که برادر مقصد ما همین است مقصد ما بلند برداشتن امور زبان نه اینکه مثلا دامن کو گرفتیم دومی خریخش کردیم سطلای آبش بنیچ این شعر بچه‌ها درد نیستگی این خیلی نمیشه ما دومی خریخش داشتش نیبو بکنیم که ما توجیه مقام چهار سنگ چهار کو انا سمرقند بخوروی دست رفتگی هیچی نمیشه تغییر نمی‌یابد تا وقتی که ما خودمون تغییر نیابیم از درون تا وقتی که خودمون دیگر نشیم. خب تشکر استاد ما درد شما حس میکنیم در اینجا ایستاده در هر گوشه دنیا حس میکنیم سر گرفته از مبارزه و ضد فرهنگ و زبان و تاریخ و تمدن ما تا به قدری ما تا شورانیدن ما ضد یکدیگر هر چیزی که شما گفتید واقعا درد است برای هر تاجیک ما سبب اساسی که من وادار کرد در جستجوی شما باشم با شما صحبت کنم همون یک جمله بود که شما نوشتید که امروز اگر اینترنت ما رو متحد نکند ما دیگر واسطه نداریم و دیگر راه نداریم تلاش های ما هم تا حد بی نتیجه بود من سر همین نقطه استاد بحث کردن میخواهم که این در حالی هست که شما یک نفر که بر یک سن سالی نسبتاً به جای رسیدید اما مثل یک جوان عصر نو از اینترنت استفاده میبرید این در حالی است که اکثر مثلا فرهنگی های کلانسالتر ما یا خواهش ندارند یا که عموما کمتر استفاده میبرند جوانای ما باشد از راه عموما بر این مسئله که حال ما توجه کردن میخواهیم دور هستند ما از طریق اینترنت تا کجا میتونیم که به هم بیاییم حداقل درد و علمهای خدا به یک دیگر شریک بسازیم راه حل نشان دهیم بعد تلویزیون اینترنت اومد و هر یک خانه در اومد تلویزیون چی دستگاهی دسته چینونیک و دسته آدمی پول دار یک روز ریگستان برآمدم که یک پروفسوری وای امریکایی با زبان تاجیکی سمرقندی ها چیکار گام میزنن همینه در نوار را ثبت کرده شده است من رفتم سلام علیک کردیم شما کسید من گفتم من ادیبی تاجیک سمرقندی هستم و خواهد بیاد همراه عبید کنیم صحبت کردیم بعد خواهد خیلی گفت با فکرم شما چی میشد من گفتم در آنجا چی میشد گفتم من مکتب ها بسته شد دوست گویا که زبان تاجیکی از من رفته است هیچ وقت از بین نمیرد پروفسوری زبان شناسی چقدر از بین نمیرد شما گفت امکانیت اینترنت رو صرف نظر کرده است اینترنت اومده است اون وقت نه حالی پیدا شده که بود کامپیوتر هیچ دیدید این پیشروی میشد درست است مقصد من هم همین بود
در حالی که ما گله داریم که یک نوع امکانیت های ما به طور رسمی در ازبکستان محدود شد، مثلا مکتب ها بسته شد، خب بعضی رسمیت ها از بین رفتن، ولی همین معروفیت اینترنت و رایج شدن اینترنت و هر نفر استفاده برنده بودن آن برای مثلا زبان و فرهنگ و عموما رابطه تاجیکان ازبکستان یگان تأثیر گذاشت. از همین واسطه شاید که یک نوع زبان مردم ما به زبان ادبی بیشتر، به زبان مادری خود بیشتر توجه کردن، یا عموما چی استاد یگان ذره هم باشه تأثیر همین حس می شود در مثال تاجیکان ازبکستان؟ اسم شود مثلا وقتی که من با زبان تاجیکی زبان و مقام دولتی داده شده این مقاله نشر کردم در این یک مراجعت نامه بود به پرزیدنتی ازبکستان. بعضی همین های منصبدارای تاجیکی ازبک شده پیدا شدن که گفتن ما شما پرونده میکشید. روی راست همین گپ در اینترنت نوشتن. بدونید وای حاضر همون ها فکرشون دیگر شده. من اسکرین دادم که بعضا کامنتاری می نویسن و بعضی مقاله من اسکرین دادم که فکرشون دیگر شده است. چون که هیچ از این هم مقاله‌ای که درباره زبان تاجیکی ما می نویسیم و هم آگاهی نداشتم. وقتی که نشان دادیم مثلا ریشه‌های فرهنگی ازبک‌ها کجا بود، برای چی 90% کلمه‌هایی که امروز ازبک‌ها استفاده می‌کنند تاجیک. اگر شما این زبان انکار کنید دیگه شما ریشه‌های خودتون کند میشید. زبانتون یک زبان خرابی ترکی مغولی شده میمونه. این زبان ازبکی سینتزی این زبان سعودی و خوارزمی و تاجیکی و ترکی همه سینتز پیدا شده. اما برای چی اگر زبان تاجیکی اطلاع داشته باشند اینها حاضر شعر علی شعر نوایی نفهمند خوندن، چون که اونجا مثلا نیست کلمه ها تاجیکی برای اونکه فهمند که این ادبیات اصلشون چی باید این زبان ها دونن با این زبان آگاهی داشته باشن. این به مانند اونکه شاخ درخت با اون شعر شاخش تگیتر آره کنید این خیلی نمیشه. البته اینا روزی میفهمن این چیزه، لیکن همین چیزی برای فهمیدن اینو همین اینترنت یاری میرسونه. استاد درباره اون مجلنامه گفتید من آگاه هستم، من خوانده بودم، یگان نتیجه داد استاد همین مراجعت شما؟ منفی است مثبت به هر حال یگان نتیجه داد که یگان واکنش رسمی در همین زمینه شده باشد یا برای شما چی؟ میدونید چی اینجا همه آدمایی که کادرهای ملتگرایی که اسلام کریموف در وقت اسلام کریموف و همین اداره های دولتی جایگیر شده بودند، اینها حالی هم کار کرده اسلامیان، اینها جون نرفتیم. اینو برای اینکه انتظار شدن در کار که یگان مثلا این تاثیر کرد یا تاثیر نکرد یگان خلاصه بردن مشکل. ما از آن میفهمیم که اون مراجعت نامه‌ای که درباره مسائل های تاجیکی میره یا با پرزیدنت نمیرسه یا رسیدم همه خیلی میکنن که یگان جوابی نشه. این همه گپ در هوا میمونه. این از قدیم هم بود، اولی هم محمود دوام کرسد دوری کریم هم خیلی بود. دیگر معلوم است که استاد هیچ کس نخورد پشت ما جز ناخونی انگشت ما. ما در حال میبینیم که چهار طرف ما از این نگاهی که ما باید کسی تکیه میکنیم بسته است. امکان ندارد که مثلا تاجیکای خودشناسی از بین تاجیکان ازبکستان پیدا شوند که همین گونه یک برنامه های تعلیمی برای زبان و فرهنگی ما در اینترنت پیدا شوند، بلاگرها پیدا شوند. من حس نکردم شاید باشد و همین پتانسیل آیا وجود دارد در ازبکستان؟ میدونید قشری روشنفکری تاجیکی ازبکستان بسیار چون سست و
بسیار کم فایده کم مایه میگیم چی بگیم همه خطا نمیکنیم. مثلا در بخارا قریب که موندگی نیستن فرهنگیان، در سمرقند یک چند نفر هستن که خیلی معلم هستن، درس میگوین چی میکنن. بعضی هاشون در این فکرن که اگر با این مسئله داخل کنن اونها دیگر کار نمیتونن. همین خیلی فکر حالی هم ترس و وهم و همه چیزا وجود داره، چون که میبینن که در بالای اون تغییرات نیست، اون مناسبتی تو روشن نیست. همین خیلی چی دارد. من مثال روشنش بیام مثال روشنش اینجا یک عارف کلیچیف بود، در یک ناحیه حاکم بود. وقتی که وای دعوت میکنن بس در صحبت اپاراتی پرزیدنتی برای تصدیق همین با این منصب میگن که پاسپورتتون باید شما تاجیک نوشته بوده است، شما همه ازبک کنید دیگر یا معامل نیست. میگه که من ملتم برای منصب نمیفروشم، میخواست مراد بعدی وای همون آدم اپارات پرزیدنت میگه که ما شیخ کردیم، شما فهمیدن شدیم. لیکن وقتی که سال آینده وقتی که از وظیفه‌اش گرفتن آسان کار خیلی تشکیل کردن که گرفتن و آدم این فرق شده مرد. من این خیلی حادثه هستن من خیلی طوری کلیم من عذر کمتر شدگی. لیکن همین خیلی ما مشاهده کرده استودیم که وقتی که مثلا یک 30% یا 50% اپاراتی های منصبداری سطح ولایتی یا مثلا سطح شهری تاجیک‌های سمرقند بودن، وقتی که اینا با نفقه رفتن یا با هر وسایل از این کارها دور شدن، جای آنها مثلا یه تاجیک دیگر نگرفت. یعنی تاجیک‌ها حال انگشت‌شمارن در اداره دولتی و حکومتی. از میان جوانان استاد، جوانانی که نه به فضای تکنولوژی وارد شدن، در اینترنت فعال هستن. مثلا من چند بلاگر از تاجیک‌های سمرقند میشناسم که وای ابونچی زیاد چی در اینستاگرام، چی در یوتیوب، چی در فیسبوک دارن، ولی اینها چرا اقدام نمیکنن مثلا در همین سمت که ما مسئله را سیاسی نمیکنیم، تنها برای اون که همین زبانی ادبی ما یک زبانی معیار شود برای سمرقند. هیچ گونه یک حرکت های در فضای اینترنتی دیده نمی شود از نسل نو. این سبب چی است؟ بدونه چیه؟ من گفتم که گن های جسارت گم شده. گن درباره گنی آریوی یک مقاله من نشر کردم، اگر خوانده در اونجا این مسئله واضح شده. همین گن های جسارت گم شد. سببش من اونجا گفتم که من سال 37 اما آدمای جسور خبر نیست کردن یا بای کردن، یک قسمش در جنگ وطنی وفات بای کرد و با فرانت رفت. دیگر ببینید اکنون یک قسم اساسی مردمی که کمتر کلیشون کار میکرد و دیدن که در اینجا اون پرسپکتیو نیست. یعنی اینجا بای اینا روز تست دادن که ما بای ملتی دولت ساز، یعنی ملتی ازبک ملتی اساسی دولت ساز بودست، دیگر ها حقوق نداشتین. همین چیزی که اینا شدیدن اینا هم برامده رفتن. میدونید دیگر دولت ها با رفتن از پای همه روزگار خودشون اونها هم نیست از اونجا استفاده دخالت نمیکنن، چون که گمان میکنن که اگر ما با این کارها دخالت کنیم، اگر یک روز وقتی که برگشتن لازم میشه با وطن باید خیلی مانعا پیش میگیره. انا همین خیلی وضعیت اعتبار ندادنشون با سبب‌های اقتصادی هم دارد. هر کس اینجا برای تامین اساساً همه روزگار خودش توسط میکنه. انا به مثل همه تاجیکستانی‌ها که چه رفته مردی کاری میکنن در مسکو، مردمی سمرقند هم رفته مردی کاری میکنن. یعنی اقتصاد وضع اقتصادی مردم از همون
ریشه های فرهنگی خود مثلا ذوق و هوس داشتن یا که میل و هوس به همون ملیت و فرهنگ و زبان دور کرد برای مسئله ازبکستان اگر گیریم؟ حتما دور کرد. چونکه آدم فقط نان و تامین روزگارش فکر کنه دیگر مثلا یا ادبیات یا مثلا معنویات یا تئاتر یا مثلا تلویزیون یا کینو با خیالش میداد و دویم اساسی همین کار میشه و برای انکشاف ایجادی خودش وقت نمی‌یابد و باید کار کند. بله استاد، شما پیشتر درباره جسارت گفتید که ما جسارت نمانده است در ما. سبب در چی میبینید استاد؟ ما گویی ژنتیکی مثلا صحبت نمیکنیم. عموما چی عامل های تاثیر رساند که امروز ما زیر معلوماتیم که بی غیرت شدیم، متحد نیستیم؟ ما ادیبان دیاگنوز مونده میتونیم لیکن روی ویش نمیدونیم، سباشو نمیدونیم. لیکن واقعیت میبینیم بگیم که ما واقعیت من همین هست. این طرفش مثلا این سباش چی این چی اسلام کرد و این چیزا ما نمیدونیم. نه و سیاست شناسی و روانشناسی دیگر مسائل هایی است که این مسئله ها یک دانشی عمیقی علمی طلب میکنه. من همچون پوبلیسیست ما همه تا با همه درجه میدونم که واضح گفتم این چیزه. استاد بعد یک سوال دیگر درباره فعالیت ایجادی شما. ما بلاگ شما خوب خبر داریم، هنوز از سال 2008 موادهای شما مانده می شود، مجموعی مقاله هاتون من ایجادتون، ولی وقتهای اخیر استاد شما بیشتر از ادبیات دیده و پوبلیسیستیک بیشتر رو آوردید. سبب چی است استاد؟ و محتوای همون موادهایی که شما هم می‌نویسید باز هم از همین درد ملیت هست، پراکندگی ما هست، ضعیفی و کمکاری های ما هست. چی چیزی انگیزه داد برای شما که شما بسیارتر رو بیارید در وقت اخیر با این مسئله؟ بدونید چی؟ حاضر مثلا اگر من یک رمان نویسم، اگر باید رمانش کی نمیخوانم، خواهی گویا بعضی ها نوشته شدیم کلون حجم شدم، لیکن این چیزایی هست که همه چیزا باید انا تیز نوشته شود، تیز به موقع گذاشته شود و زود با همه رفته رسد. یک مقاله های کلان هم نمیخوانم، من هم اینترنت بعضی مقاله های کلان میمونم دو صفحه زیاد باشه دیگر من خودی من نمیخونم، هم تو تیز گذاشته میره، وقت نیست، وقت بسیار وای شدگی، وقت در همین خاطر مواد زیاد که در اینترنت وقت نیست برای خواندن مقاله کلان. اگر یک صفحه نیم صفحه باشه دیگر در تیز خودم میخونه تو در اطراف همون بحث میکنه، دیگر رو امکان دادن در که دیگر رو اشتراک کنن، بحث کنن، فکر خودشون ابراز کنن. یعنی همین پروسس رو جلب کردم، برای جلب کردن من همین و شکلی کلای من همین شکلی و اخشام پیدا کردم، بنابراین همین خیلی بنویسم. بسیار منتظرم از شما که دعوتی ما رد نکردید و با صحبت حاضر شده و نو بس از اون که سرکارم هستید پای ایجاد. یک بار دیگر صمیمانه از شما تشکر میکنم و امیدوارم که ما در دیگر مسئله های مشخص هم صحبت های داشته باشیم.